این ویدیو باز هم عملیه تقسیم عدد سه رقمی بر عدد یک رقمی را تشریح می نمایم. اما این بار فعالیت ها را کمی مشکل تر طرح کردم تا موضوع برای دانش آموزان واضح تر گردد. برای وضاحت بهتر میریم طرف فعالیت ها. فعالیت اول، عدد 425 را بر عدد 3 تقسیم می نمایم. 425 تقسیم بر 3. این تقسیم را توسط مواد انجام می دهم. 425 از 4 صدها دو دهها و از 5 یکها تشکیل شده. و این را می خواهم در 3 جعبه توزیع نمایم. جعبه اولی، جعبه دومی، جعبه سومی. یک صدها به هر جعبه توزیع میکنیم. یک صدها را در خارج قسمت می نویسیم که در 3 جعبه 300 ها. از 425 که 300 را کم کنیم 125 طوری که در شکل هم دیده می شود. 125 تقسیم نشده. میبینیم که 100 ها داریم و به 3 جعبه توزیع نمیشد. بنابراین باید صدها را به ده ها تبدیل نماییم. 5 یکها خودش، 2 دهها خودش، صدها را به ده ها تبدیل میکنیم. 100 ها ده ها دارد. 10 دهها و 2 دهها 12 دهها و 5 یکها. حال ده ها را توزیع میکنیم. 4 دهها به هر جعبه تعلق میگیرد. 4 دهها را در خارج قسمت می نویسیم که در 3 جعبه 120 یا 12 دهها میشه. از 125 که 120 کم کنیم. 5 یکها هنوز تقسیم نشده. حالا یکها را توزیع میکنیم. یکها به هر جعبه که در 3 جعبه 3 یکها. از 5 که 3 را کم کنیم میمانه 2 یکها، یعنی 2 مکعب به هیچ جعبه تعلق نمیگیره که باقی مانده است. و حال خارج قسمت با هم جمع میکنیم. 1 جمع 0 جمع 0 مساوی به 1. 0 جمع 4 4. 1 هم خودش 141 خارج قسمت یا حاصل تقسیم است. فعالیت دوم، برای تقسیم عدد 104 بر عدد 4 طور ذیل عمل میکنم. 104 تقسیم 4. این تقسیم را نیز میخواهم با مواد انجام بدهم. 104 از 100 ها و 4 یکها تشکیل شده. 104 و این را میخواهم در 4 جعبه تقسیم نمایم. جعبه اول، جعبه دوم، جعبه سوم و جعبه چهارم. میبینیم که 100 ها داریم و 4 جعبه. نمیتونم 100 ها رو به 4 جعبه تقسیم نمایم. بنابراین باید 100 ها رو به ده ها تبدیل نمایم. اکنون 100 ها رو به ده ها تبدیل می نمایم. 4 یکها خودش 100 ها میشه 10 دهها. 10 دهها رو میتونیم با آسانی به 4 جعبه تقسیم نماییم. برای بار اول 2 دهها به هر جعبه میندازیم و 2 دهها رو در خارج قسمت می نویسیم که در 4 جعبه 8 دهها میشه. از 104 که 80 کم کنیم میمانه 24، یعنی 24. 2 دهها و 4 یکها ماند که باز هم 2 دهها رو نمیتونم به 4 جعبه تقسیم نمایم. بنابراین دهها رو باید تبدیل به یکها نمایم. و حال دهها رو به یکها تبدیل می نمایم. 4 یکها خودش 1 دههای ما 10 یکها، دیگه دههای ما 10 یکها، 10 یکها و 10 یکها 20 یکها جمع 4 یکها 24 یکها. و حال 24 یکها را با آسانی میتونیم به 4 جعبه تقسیم نماییم. به هر جعبه 6
مکعب یا 6 یک ها میریزیم و 6 را در خارج قسمت می نویسیم که در 4 جبه میشه 24. از 24 که 24 را کم کنیم میمونه 0، یعنی هیچ مکعب دور از جبه قرار ندارد. و حال خارج قسمت با هم جمع میکنیم، یعنی 26 عبارت از حاصل تقسیم یا خارج قسمت ماست.